الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر از من سوال نمودند که علماء السوء گفته که ها را گفته می شود و این کلمه چی معنی دارد؟ بله، بارک الله فیکم. علماء السوء، کلمه علما جمع عالم است. عالم یک عالم، علما عالم ها. السوء بد، علماء السوء علماهای بد. کدام علما بد هستند؟ بله، باید بدانید که در نزد اهل سنت و الجماعت، در نزد قرآن و سنت و صحابه، یعنی منهج اهل سنت و الجماعت، علما به دو قسم تقسیم می شوند. علماء حق، علماء الحق، علمای حق، علمایی که منهجشون حق است، علمایی که موحد هستند، علمایی که منهجشون، سخنشون، فتوایشون همه اش موافق قرآن و سنت و صحابه است. علمایی که هیچ خیانتی به شریعت نمی کنند و حقیقت را می گویند. علمایی که این علما را هیچ کس فریب داده نمی تواند و این علما به خاطر کسی علم نآموخته اند. این علما علمشون را به خاطر الله آموخته و به خاطر الله حق را می رسانند. این علما حق را در همه حالت می گویند، گرچنده که وزنین ترین حالت باشد، گرچنده که روحشون براید. و تاریخ شاهد است که خود شما می بینید چقدر علما در درون حبس وفات کردند، چقدر علما سرشون به زیر شمشیر رفت، چقدر علما به دار کشیده شدند، اما در منهجشون باقی ماندند. اما به خاطر طاغوت، به خاطر پیشرفت طاغوت، به خاطر مصلحه و منفعت طاغوت یگان فتوی ندادند. راست در حق تا مرگ ایستادند. استقامت بود، چگونه که صحابگان همچنین بودند، تا مرگ در حق می ایستادند. این چنین علما، سبحان الله. اما علماء السوء، این علما علمای باطل است. علمایی که منهجش قرآن و سنت با فهم سلف امت نیست. عالمی که به خاطر طاغوت فتوا می دهد، به خاطر پیشرفت طاغوت فتوا می دهد. عالمی که طاغوت پرست است، عالمی که حق را پنهان می کند، عالمی که توحید را به مردم نمی رساند و به جای توحید شرک را و کفر را می رساند. یا که عالمی که حق را پنهان می کند، عالمی که در رو بروی کفر شرک سکوت می کند، عالمی که قرآن و سنت را به یک طرف گذاشته به شعرگویی و بیتگویی مشغول است و این شعر و بیتش مخالف قرآن و سنت است. این عالم های سوء، عالم های بد و عالم های گمراه است. بله، در نزد اهل سنت و الجماعت عالم ها فرق میکنند. عالم ها تقسیمات دارند. عالم های هستند که عالم سلطان هستند، به خاطر پادشاه، به خاطر همون حاکم، به خاطر همون پریزیدنت و رئیس فتوا میتیند، او را دفاع میکنند، به خاطر همون هر چیزی که حق است پنهان میکنند و ناحق را میگویند. اینها عالمان آدم پرست و طاغوت پرستند. عالمند، بله علم دارند، 100 سال و 50 سال خونده اند، اما در آخر توفیق هدایت را الله از اونها گرفته است. به سبب اینکه نیت اونها بد بود، الله اونها را به همین حالت آورده است، به خواست خودی اونها همین را اراده کردند. این چنین هست عالم دوم که علماء السوء هست، عالم جمهور. عالم های هست که به خاطر پیروهایش فتوا میدهد. میبیند که اگر یک سخن حق را گوید مردم از او دور میشوند، به همین خاطر سخن حق را پنهان میکند و سخن باطل را میگوید. دید که اگر سخن حق را گوید مردم از نزد او میروند، به همین خاطر سخن حق را نمیگوید. دید که اگر ضد ناحق سخن بکند، اگر شرک را بیان کند، حقیقت را بیان بکند، مردم او را بد میبینند، زیاد از مردم از نزد او میروند، به همین خاطر نمیگوید.
به مردم نگاه میکند، جمهور یعنی به انسانهای بسیار نگاه میکند، همون انسانها به کجا روند او هم به طرف همونها میرود. این هم عالمی السو است، این هم عالمی خیانتکار است. اما عالم حق، عالم اهل سنت و الجماعت، عالمی که از اولیاء الرحمن است، عالمی که باید قدردانی کرده شود، عزت او را بجا آورده شود، در گرد او باید جمع شود. این عالمی هست که همیشه قرآن و سنت و سخن صحابه را می آورد و قرآن و سنت را با فهم خودش نمی فهمد، بلکه با فهم صحابه می فهمد. عالمی که تمام فرقه های باطل را انکار میکند، عالمی که کفر به طاغوت دارد، عالمی که فتوایش را به خاطر الله میدهد و به گفته الله میدهد، نه به خاطر طاغوت، عالمی که در رو بروی شرک و کفر سکوت نمی کند، عالمی که مخالف قرآن و سنت نمی براید، عالمی که الله را سبحان الله قدرش را و عزتش را بجا می آورد و حق قدر الله را بجا می آورد. اسما توحید ربوبیت، توحید الوهیت، توحید اسما را می فهمد. عالمی که به مردم بیچاره، به مردمی که علم ندارند و شرک در این منطقه پهن شده است، به اونها توحید را می رساند. عالمی که توحید را رساند، این عالم حق است. عالمی که یک مردم را می بیند که به شرک غوطه زده است اما اونها را از شرک نمی دارد، این عالم سو است. پس امروز شما می بینید که بسیار از علما که امروز در این عالم امت اسلام هستند، صوفی ها پهن شدند. در روسیه مفتی روسیه و دیگر امام هاش که مردم اونها را عالم میگویند، خواه از تاجیک و غیر تاجیک، بسیارش اینا خودش طاغوت است، طاغوت پرست است. به اطاعت پوتین شما را دعوت میکند، به اطاعت این دولت کفری حربی روس شما را دعوت میکند، شما را به اطاعت کنستیتوسیا و به احترام کنستیتوسیا دعوت میکند، شما را به سوی مزار پرستی و قبر پرستی دعوت میکند و شما را از توحید، از علمای توحید باز میدارد. توحید را تروریست میگوید، موحدین را تروریست ها میگوید، ارهابی متشدد میگوید. اینها علمای سو هستند. این علما در آسیای مرکزی هم زیاد است و انمین ساخته دست دشمنان اسلام است، انمین ساخته کمونیست است. علمای صوفی های کوکاز، علمای صوفی آسیای مرکزی که میبینید که طاغوت ها را کمک میکند، به فایده طاغوت ها فتوا میدهد، ضد اهل توحید سخن میکند. همه این علما سو است. عالمی که در سخنش قرآن و سنت ندارد، فقط بیت میخواند و بیتش کفر و شرک است، این عالم سو است. عالمی که در مذهب اهل سنت و الجماعت نیست، عقل را پیش از نقل میگیرد، این عالم سو است، این اشعری است، ماتریدی است. عالمی که الله را لامکان میگوید، این عالم سو است، این یک بدبخت گمراه است. در پشت این چنین انسان ها نباید نماز خوانده شود. پس الله در سوره بقره آیت 159 گفت: ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. آنهایی که پنهان میکنند از آن چیزهایی که ما نازل کردیم، آنهایی که به خصوص علما و طالب علم هایی که پنهان میکنند نازل کرده های ما را، یعنی الله و رسول را، از بینات، از چیزهای آشکار واضح، از توحید، از کفر به طاغوت، از ملت ابراهیم حنیف، این مسئله ها در قرآن و سنت وجود دارد، اما یک کسی میباید اینها پنهان میکند، بعد از الله و رسول نازل کردن نمیباید آشکار نمیکند، پنهان میکند. الله و تمام لعنت کننده ها این چنین انسان را، این چنین عالم را، این چنین طالب علم را لعنت کرده است. ای طالب علمان و ای علمایی که امروز توحید را پنهان میکنید، ای عالمان، ای دعوتچی ها، ای کسانی که امروز کفر به طاغوت را پنهان میکنید، الولا و البرا را پنهان میکنید، توحید را پنهان میکنید، سخن حق را پنهان میکنید، میدانید و نمیگویید و سکوت میکنید، بدانید که الله لعنت کرده است و تمام لعنت کنندات لعنت کرده است.
مگرم کسی را الله میبخشد، یعنی کسانی را الله میبخشد که توبه کنند، حق را بیان بکنند و مردم را به سوی حق بیارند. الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا، مگرم همونهایی که توبه کرده باشند، اصلاح شده باشند و بیان کرده باشند. چی را؟ حق را، قرآن و سنت را. و اولئک اتوب علیهم وانا التواب الرحیم. الله میگه که این خیر انسان‌ها ما میبخشیم، توبه کنند میبخشیم، چرا که الله بخشنده و مهربان است. پس لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون. ای علماء السوء، ای دعوتچی های سو، بد، چرا شما حق را به باطل آمیخته میکنید و حق را پنهان میکنید، در حالتی که شما میدانید که دین ما به توحید قائم نمی شود، صحیح درست نمی شود. شما میدانید که دین ما به کفر به طاغوت به وجود نمی آید. شما میدانید که به الولاء و البراء دین ما صحیح نمی شود، اما پنهان میکنید و به مردم نمی رسانید و مردم را به سوی چیزهای دیگر دعوت میکنید. پس احتیاط باشید. از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که امام مسلم روایت میکنند: اول ما تسعر النار ثلاث. سه طایفه هستند که در روز قیامت اولین کسانی هستند که از امت اسلام به جهنم برده میشوند. یکیش مجاهد، یکیش قاری و عالم، یکیش کسی که در راه الله مبلغ میدهد، دفاع میکند، پول میدهد. هر سه این به خاطر چی میبرد؟ به خاطر اینکه عملش را بریا کرد، به خاطر اینکه حق را بیان نکرد. عالم بخصوص عالمی که حق را بیان نکرد و به خاطر مردم ریا کرد و دیگر چیزها که مشغول شد، در نزد الله جواب میدهد. ای کسانی که امروز ندیدن، نفهمیدن، ندانستن، جاهلت میدانید، اما رو بر روی قرآن و سنت با فهم سلف امت، رو بر روی این همه مقدسات اسلام سخن میکنید، رو بر روی قرآن و سنت می ایستید و ضدش سخن میکنید، بدانید که به این سخنتون جواب خواهید داد. ای مقلدان علماء السوء، ای کسانی که کورکورانه به همین علماء سوء پیروی میکنید، دانید که شما عذر ندارید، شما متعصب هستید به همین علمایتون، شما هم همراه همین علما عذاب میکشید. اگر عالم گمراه شود، شما هم دیده و دانسته قطعی و گمراه شید، عذاب میکشید. شما بیایید به قرآن و سنت نظر بکنید. پس احتیاط باشید. ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسئولا. هر اون چیزی که علم نداری در اون مسئله سخن نکن، در بالای این مسئله نایست، بحث و مناظره نکن، چرا که چشم تو، گوش تو، قلب تو البته به این گفته ها جواب میدید، مسئول هستید. این دین الله است، صاحب دین الله است. رسول الله گفتند: انا ترکت فیکم امرین ان تمسکتم بهما لم تضلوا بعدی. من به شما دو چیزی را گذاشتم که به همین دو چیز اگر چنگ زدید بعد از من گمراه نمیشوید: کتاب الله و سنتی، کتاب من و سنت من، قرآن و سنت. در حدیث دیگر گفتند که چنگ بزنید: تمسکوا بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین، به سنت من چنگ بزنید و به سنت خلفاء الراشدین المهدیین، صحابگان از این خلفا چنگ بزنید. پس ما قرآن و سنت داریم و همین قرآن و سنت را به آثار صحابه، به فهم صحابه میفهمیم. هر عالم بیاید که مخالف قرآن و سنت باشد قبول نداریم، کسی نباشد. پس بارک الله فیکم، آگاه باشید، احتیاط باشید و به علمای حق پیروی نمایید.